وقتی نگاه میکردم به این درخت وقتی این کامل پر از آب شد و این برگ ها حرف میزدن شروع کرد شکر بکنه. شکر میگه برای تک تک اون برگ ها شکر میکرد. آقای دکتر برگ ها شکر میکردن یا خود درخت؟ خود درخت. برگ ها با هم حرف میزدن. یعنی مادر؟ بله. یک برگ کاملا وقت میذاشت برای این برگ شکر میکرد، بعد میرفت سراغ برگ بعدی، برای اون برگ شکر میکرد، میرفت. شما میدونین درخت کنار چقدر برگ داره؟ خیلی برگ داره. نمیدونم تو دنیای ما چقدر طول میکشه، نمیدونم بگم یک ماه طول میکشه، روزها طول میکشه بخوای این برگا رو. این میدونستم که مثلا مدت زیادی گذشته، ولی دیدم که اون برگ که قهقهه میزد نوبتش شد، یک دور چرخید و رسید به اون برگی که قهقهه میزد. من دیدم. بعد مثل این بود که گردن کشیده با افتخار نگاه میکرد. این مادر منه، این مادر منه که داره اینقدر قشنگ شکر میکنه. دقیقاً وقتی شکر میکرد مثل این بود که مثل یک پزشک متخصص که دقیقاً مثلا مغز رو میشناسه، همه جز به جز و لایه به لایه همه چیز توی مغز رو میدونه، برای وجود همش میتونه اسمش رو بیاره شو کنه. به این حالت این مثل این بود که برای این قسمت شو کنی، بعد بیای سراغ چشم رو همه اونا رو بدونی اسم بیاری، لایه به لایه جز به جز قسمت‌های چشم رو بشناسی، اسمشون رو بیاری، برای اونا شو کنی، بعد بیای سراغ یه عضو دیگه و به همین صورت کل جسمت رو شکر خدا رو براش به جا بیاری. وقتی این درخت شکر میکرد نور از این برگ‌ها میچکید. یعنی مثل وقتی که بارون باریده قطع شده و این آب داره چکه میکنه، بارونی که قطع شده این آب روی این شاخ برگ ها مونده، اینا چکه میکنن، به همین صورت نور از اینا چکه میکنن.